به نام خدا. سلام به همه عزیزان، خوش آمدید به جلسه جمع‌بندی نیم سال اول دهم، چه بچهای ریاضی تجربی چه بچهای انسانی. خب قطعاً در این دوره شما قراره یاد بگیرید مهمترین چیزی که قبل از امتحانات نوبت اول یعنی دی ماه نیاز دارید رو یاد بگیرید چیان که ما بهتون بگیم و همینجا این کار رو خواهیم کرد. لطفاً دفتر کتاب جلوتون باشه و با نوشتن تو کلاس باشید که قشنگ بتونید مطالب رو هضم کنید. 3 2 1. درس اولتون نکات پایه بود. من اینا رو یک بار دیگه گذرا میگم، هرچند که دیگه تو این مرحله از سال قاعدتا اکثر بچه‌ها بلدن، ولی یه گذری کنیم ازش. عزیزان من، تو درس اول مجددا مرور کرد که آقا اسم مفرد داریم، اسم مثنا داریم، اسم جمع داریم. مفرد به یه نفر یا یه چیز دلالت میکرد، مثنا به دو نفر یا دو چیز، نشونش بود آن عینه. جمع هم که بیشتر از دو چیز بود که حالا یا مکسر بود یا سالم که الان بهت میگم. پس مثالم بزنم برای همه قابل فهم. مثلا برمیگشتی میگفتی قلم خودکار، میگفتی حدیقت باغ. خب این بحث یک چیز بودنه. حالا به همون کلمه مفردت میومدی آن عینه میذاشتی، مثلا میگفتی قلمان، دو تا قلم، حدیقتین، دو تا باغ. خب فرق آن عینه چیه؟ گفتم که بیشترم بچهای انسانی اینو درس 5 و 6 میخونن، خیلی برای بچهای ریاضی تجربی مسئله مهم نیست. بعد رسیدیم به جمع. داستان جمع این بود که جمع شما یا سالم بود یا مکسر. جمع اگر سالم باشه باز دوباره یا مذکر یا مؤنث. نشونه مذکر اون اینه، مثنا بود آن عینه ها، اون اینه، و نشونه جمع هم بود آت. مفرد رو بذار، اینو بهش اضافه کن، جمع ساختی. مثلا معلم خیلی قشنگ به اضافه اونه تموم شد، معلمونه. طالب، حالا یه مثال دیگه بگم، ممرز پرستار، ممرز به اضافه اینه ممرزی نه، ممرزی نه، که به همین راحتی شما جمع ساختید. درست شد؟ بخش بعدی چیه ماجرا عزیزان من؟ آته. طالبت بگو طالبات، دانش آموز دختر. آتو ازش به راحتی میکنیم. این شد جمع سالم. داستان مکسر اینه که آقا باید حفظ کنی تقریبا. مثلا خود واژه‌نامه‌های کتاب گفته آقا ما جمعش میاهه، کتاب جمعش کتبه، طالب جمعش طلابه، نفس جمعش نفوسه الی آخر. ها؟ پس یاد گرفتیم نشونه های جمع مکسر، همون تمرین های کتاب معجم، هر کلمه گفته تو هم رو حفظ کن، خارج از اونم تو امتحان نمیدن. مکسر هم معنیشو دیگه همه میدونن، یعنی شکسته، یعنی از مفرد به جمع شکل کلمه تغییر میکنه. خب اسم از نظر جنس یا مذکر یا مؤنث، ساده ترین چیزی که همه عزیزان دیگه بلدن، یا مذکر یا مؤنث. فقط یه نکته رو به بچه‌ها میگم که غالبا نمیدونن، هر کلمه‌ای که ت گرفت الزاما مؤنث نیست، هر کلمه‌ای که ت نگرفت الزاما مذکر نیست. مثال رجل و درس مذکره ولی معاویت هم مذکره چون به مرد دلالت میکنه. امرأت حدیقت مؤنثه ولی به معنای مادر داره به جنس زن دلالت میکنه، معنیش نمیشه مرد و زن ها، جنس مرد و زن میشه مادر. پس اینو حواست باشه، شما باید به معنا هم توجه کنید. به معنا توجه کنید کارت بسته است. این تا اینجا. بعد یه چند تا نکته پایه داشتیم. بحث چی بودن؟ اسمای اشاره. جسته گریخته احتمالاً تو ذهنت هست یا کاملا بلدی. یه بار دیگه جمع‌بندی کن اسمای اشاره رو. یا اسم اشاره مال دوره یا مال نزدیکه. مال دور و نزدیک به این شکله. میگیم اگر شما بخوای برگردی بگی این پسر، میگی هازا، اون دوتا پسر هازانه و هازینه، تفاوت عینه فعلا مهم نیست برای ما اینجا. اگه بگم این دختر میگم هازهی، اگه بگم این دوتا دختر میگم هاتانه هاتینه. هاولا هم که مال جمعشه، یعنی چه مذکر چه مؤنث برات مینویسم. اینجا چه برای مذکره چه برای مؤنث فرقی نمیکنه، میشه هاولاه. این مردان این زنان، جفتش درسته. خب قسمت بعدی اینه که آقا ما اینجا قسمت مثناهاشو نمیخونیم،
فقط دوتا اشاره به دور داریم، ذالک و تلک. تمام. ذالک و تلک. میگیم ذالک تلک، آن مذکر آن مؤنث. جمعش چی؟ اینم میگیم چه برای مذکر چه برای مؤنث یکسان میاد. اولئک. دو تا اصطلاح هم داشته باشید که از سال هفتم دارید ولی گاهی بچه‌ها یادشون میره. اونم بحث هنا و هناکه. اشاره به اینجا میخوای بکنی میگی هنا، اشاره به اونجا میخوای بکنی میگی هناکه. اینم که گفته بودیم بهتون. قبول؟ خب اما این داستانی که امتحان خیزه و اکثر بچه‌ها اینا رو اشتباه میزنن. همینو بهتون میگم، به خدا قسم تو امتحانت از همین دو تا نکته میاد. ریزه‌کاری دیگه، همین ریزه‌کاری‌ها نمره میاره. بچه‌های من اگر بخوایم به جمع غیر انسان اشاره کنیم یا جمع انسان اشاره کنیم، اینها با هم فرق میکنن. من برای جمع انسان هؤلاء و اولئک میگم. یعنی چی؟ میخوام بگم این مردان، میگم هؤلاء الرجال. تا اینجا بحثی هست؟ ولی اگر بخوام به غیر انسان مثلا درختان اشاره کنم دیگه نمیگم هؤلاء، از هذه و تلک استفاده میکنم. یعنی تو امتحان اگه جای خالی داد بد نوشت الاشجار، زحمت میکشی توی جای خالی گزینه هؤلاء رو انتخاب نمیکنی، مثلا هذه رو انتخاب میکنی، تلک رو استفاده میکنی. چرا؟ چون به اسم بعد دقت میکنی. اگه جمع غیر انسان بود، حیوانات، گیاهان، اشیا، شما از مفرد مؤنث استفاده کن. جمع انسان بود، شما از همون هؤلاء و اولئک استفاده کن. تو امتحان خیلی مهمه، خیلی مهمه. اما قسمت الف و ب و جیم که من توی الف و ب شو چون قابل فهمه برای بچه‌ها پیشنهاد میکنم، میخواید همین الان یه اسکرین بگیرید که دوباره بخونید. الف و ب رو میام اینور، میخوای یه عکس بگیر، چون جیمش مهمه، من جیمش رو به توضیح بدم. الف و ب قابل فهمه. خب داستان جیم چیه حالا؟ آقا این نکته ترجمه‌ای که در کنکورم حتی برامون مهم میشه رو همین الان حفظش کن. شما اگر پس از اسم اشارتون یه اسم بدون ال دیدید که جمعه، یه بار دیگه درکش کن. اگر بعد از اسم اشاره، اسم بدون ال و جمع دیدم، باید اسم اشارت رو جمع ترجمه کنی. مثال، من هازهی رو میبینم، بعد کتبون دارم، یعنی ال نداره، جمع کتاب. پس چی ترجمه میکنم؟ اینها کتاب‌های سودمند هستند. بعد دوباره دارم اولئک تلمیذات، من اولئک جمع دارم و بدون اله بعدش، پس میگم آنها دانش آموزانی با ادب هستند. غلط رایج شما، این جمله رو معلم تو امتحان میده، مینویسی این کتاب‌های سودمند. غلطه، جمله باید ترجمه بکنی اینها کتاب‌های سودمند هستند. اولئک تلمیذات، اون دانش آموزا، نه، آنها دانش آموزانی با ادب هستند. دو تا نکته بهت گفتم دیگه، یه دونه اون بالایی بود، یه دونه این، هر دوتاش تو امتحان مهمه. خب میریم صفحه بعدی، کلمه‌های پرسشی. یکی از سوالات متن امتحانتون معمولا چیه؟ یه متنی میده استاد که بهتون اونجا 3 4 تا 5 تا 2 تا 3 تا هر چقدر سوال میپرسه، که اینو الان دقت بفرمایید که مشکلی توی ترجمه کردن کلمه پرسشی نداشته باشید. مرور میکنیم. گل من الوها یعنی آیا، طبیعتا جواب نعم و لا بهش میدیم. من چه کسی، اسم شخص باید بدی. ما و مازا مترادفن، هر دوتا میشن چه چیزی. اینه به معنای کجا. متا به معنای کی. کیفه چگونه. کم چند، عدد میپرسه. من اینه اهل کجایی، به معنای اهل جایی بودنه. یا اگه مثلا بگه دیگه من این ذهبت، من این اشتریت، از کجا خریدی. الا اینه به کجا. الا متا تا کی. بچهای من لمازا و لمه مترادفن، چه بگی لمه چه بگی لمازا، کوچیک شده اونه فقط. برای چه؟ چرا. من از چه کسی، از چه کسی. پس اینم از بخش کلمه های پرسشی که ما مهمه برامون تو پایه. اما میریم تو بحث انواع زمان که در فارسی و اینجا براتون نوشتم
که زمانهای فارسی رایجاش چیان که تو امتحان نیازش داریم؟ آخیش تا برسیم به صرف فعل. ماضی و مضارع رو هنوز بچه‌ها مشکل دارن. امروز فرصتیه که بر اساس جدولی که بهت ارائه میدم دیگه شما صرف فعل ماضی مضارع رو مشکل نداشته باشی، چون در امتحان هر یه دونه فعل 25 صدم باعث کسر نمره است. غایب، مخاطب، متکلم. دیگه این بعد از مدت سال قاعدتا این دسته‌بندی و بلدی. ضمیرهای غایب که همشون با ه شروع میشن. هو، هما، هم، هی، هما، هن. اینا هم ضمایر متصلشن، اینا منفصلن. سبزا منفصلن. ضمایر مخاطب همه با انت شروع میشن. انت، انتما، انتم. همشون یعنی چی با شروع میشن؟ انت، انتو دارن. انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن. انا و نحنو هم که با نه با ه شروع میشه نه با انت شروع میشه، فرق میکنه. انا، نحنو. بریم تو ماضی. طبق چیزی که صرف میکنم، اگه بلدی که یک بار داره دوره میشه برات، اگه بلد نیستی بلافاصله بعد کلاس میری صرف فعل رو کاغذ تمرین میکنی. کتب، کتبا، کتبو. کتبت، کتبتا، کتبنا. کتبت، کتبتما، کتبتم. کتبت، کتبتما، کتبتن. کتبتو، کتبنا. ببخشید اینجا کتبتو، کتبنا. تمام. هر فعل دیگه دوست داری بذار جاش. نصر، نصرا، نصرو. ضرب، ضربا، ضربو. قرع، قرعا، قرعو. همه فعل ها قبولن. اما داستان مضارع چیه؟ اینه که آقا مضارع با حروف اتینه ساخته میشه یا تینا. یعنی همه مضارع‌ها اولشون ی، ت، الف، نون حتما دارن. ضمیر که تغییر نمیکنه. صرف فعل رو گوش کن. یکتب، یکتبانه، یکتبونه. داری ضمیر رو؟ یکتب، یکتبانه، یکتبونه. تکتب، تکتبانه، یکتبنه. همه مخاطبا ت دارن. تکتب، تکتبانه، تکتبونه. تکتبینه، تکتبانه، تکتبنه. حالا تکنیک رو نگاه. الف انا میاد اول فعل میشینه. یعنی شما اونجا برمیگردی میگی انا ا داره، پس اینجا ا میگیره. انا اکتبو. نون نحنو هم میاد اینجا میشینه. نحنو نکتبو. این هم شد 14 تا فعل مضارع. هر فعل دیگه دوست داری بذار صرف کن. ینصر و ینصرانه، ینصرونه. یذهب و یذهبانه، یذهبونه. هر فعل دیگه دوست داری صرف کن. 14 تا ضمیر و فعل رو باید در ماضی و مضارع بلد باشی. اما داستان بعدی ما چیه که توی فعل ها همیشه مشکل داریم؟ من اینجا ببین چیکار کردم. حالا یه شناسه های فعل ماضی مضارع هم دارم. بچه‌ها که میخواد صرف کنید ببینید درسته یا غلطه. شما ریشه ها تو مثلا ذهب، نصر، قدر، هر چی دوست داری بذار جای این 3 نقطه 4 نقطه. اینا رو بهش اضافه کن. فعل ماضیت ساخته میشه. نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا. همه رو نوشتم. میبینی؟ یا برو تو مضارع. ریشه تو بذاریم وسط. مثلا بگو میخوام از فعل ذهب صرف کنم. بگو ذهب وسط. یذهبانه، یذهبونه. تعو یعنی تذهبو، تذهبانه. دیگه این فرمول به تو کمک میکنه هیچ وقت یادت نره که فعل مضارع و ماضی چطور ساخته میشه. پس اینم برای ساختار کلی فعل ماضی مضارع. بعد از این ماجرا نکات مربوط به فعل رو داریم که چند تاشو من توضیح بدم که بچه‌ها ضعیفن یه مقدار پایه‌هاشون اینجا دچار مشکل نشن. گلای من، شما میتونید بگید که آقا چرا تکتبانه 2 تا بود؟ تکتبانه چرا 2 تا بود؟ تکتبانه رو هم مال هما داشتیم هم مال انتما داشتیم. چجوری تشخیص بدم؟ خودت گفتی هم مال همای هم مال انتما. تو جمله تشخیص میدی. مثلا میگه هما تکتبانه، آنها مینویسند. ایها الولدان، پسران، انتما تکتبانه، شما مینویسید. اگه معلممون تو جمله نداد چی؟ قطعا تو جمله میده. پس فعلهای مشابه رو مثل اینجا ما میگیم هی تکتبو، او مینویسد. انت تکتبو، تو مینویسی. فقط بچهای من داخل جمله قابل تشخیصن. پس شما زحمت بکشید به قبل و بعدش دقت میکنید. به همین راحتی. خب بعد از این ماجرا این نکات که دیگه خیلی ساده است که آقا مضارع با لا اکثرا منفی میشه که البته گاهی با ما هم منفی میشه، ولی در حد کتاب شما مضارع همیشه با لا. ماضی منفی هم که با ما دیگه، یعنی ذهبتو رفتم، ما ذهبتو نرفتم، یا ما نصرتو
یاری نکردم. مضارع منفی هم همینه دیگه، یعلم میداند، لا یعلم نمیداند. تمام. اما فعل آینده هم که آب خوردن، هر فعل مضارعی که دوست داری بردار، سرش سین و سوفه بذار، آینده ساختی. فرق این دوتا چیه؟ مهم نیست برای تو الان جنبندی امتحانته، اهمیت نداره، تا 12 هم ازت نمیپرسن چرا. پس میگه اسمع خواهم میشنوم، ساسمع خواهم شنید. چرا؟ چون من اومدم اینجا سین رو به اضافه مضارع کردم. پس ماضی و مضارع و آینده رو یاد گرفتی به همین سادگی. خب داستان امر و نهی چیه؟ امر و نهی سال نهم خوندی، گیر داری همچنان؟ بریم یه کاری کنیم که دیگه گیر نداشته باشی. خبر خوب، امر و نهی فقط از 6 صیغه مخاطب در حد کتاب دهم ساخته میشه. پس یعنی تسمع و تسمعانه تسمعونه، تسمعین تسمعانه تسمعنه، همین 6 تا رو میخوام. حالا داستانش چیه؟ من به عنوان دانش آموز میخونم. برای ساختن فعل امر از صیغه های مخاطب این گونه عمل میکنیم. اول از همه یاد میگیری که ت رو از اول مضارع حذف کنی. خب مجزومش کنی. مجزوم یعنی چی؟ مجزوم یعنی فعل هایی که ضمه دارن، مثلا یذهبو، تذهبو، ها نگاه، او اونی که ضمه داره رو تبدیل کنی به ساکن. حالا یا ساکن گردالیه یا این شکلیه. بعد چیکار کنی؟ نون حذف کنی. تذهبانه نون داره، نون رو حذف میکنم، حذف نون. به این حرکته میگن چی؟ مجزوم کردن. میدونی که جمع های مؤنث یعنی تذهبنه زورش میرسه، نونش حذف میشه. بعدی اضافه کردن ا یا او، یعنی من ت رو حذف کردم، جای اون ت ا یا او بیارم، مثلا بگم اذهب، بگم اکتب. آره چجوری تشخیص بدم ا بگم یا او؟ من الان بهت میگم. گل من نگاه کن. تذهبو عین الفعلش یعنی حرف دوم ریشه چی داره؟ ا داره. تجلسو عین الفعلش یعنی حرف دوم ریشه چی داره؟ بگو. آفرین. اگر حرف دوم ریشت ا یا ا داشت، الف تو ا میدی، اما اگه عین الفعلت او داشت، باریکلا، الف تو او میدی. پس اگر ا یا ا بود الف تو ا میدی، ولی اگه عین الفعلت او بود الف تو او میدی. حالا به همین سادگی تذهبو شده اذهب یعنی برو، تجلسو مجزوم کرده اجلس بنشین، تنظرو انظر بنگر نگاه کن. معنی امر رو داری؟ حالا یه فعل دیگه، مثلا میگه لا تسمعانه، تو جلوتر از من اینو بساز، ببخشید لاشو نمیخوام، تسمعانه، تو جلوتر از من قبل اینکه من بنویسم اینو تو امرش کن. بدو. تسمعانه، تو امرش کن. تسمعانه، تسمعانه. گفتم تشو حذف کن، جاش الف بیار. عین الفعلت گفته ا، پس اینم ا بده. اسمعا، چرا؟ چون نونم گفتم حذف کن دیگه. پس اسمعا یعنی بشنوید. بقیه‌ش هم به همین شکله. پس حالا نهی خیلی سخت‌تره گویا نه؟ اصلا نهی که از این ساده تره. مثال نهی رو ببین. میگه آقا ساخت فعل نهی همین یه دانش آموزی کار کن. لا بیار اول فعلت، لا بیار اول فعلت، مجزومش کن. یعنی لا آوردی یا ساکن فعلت یا نون نداره. دیدی چه خوب؟ مثلا لا تذهب بوده لا تذهبو، لا تذهبی بوده لا تذهبی نه، نونشو پرونده، معنیش هم که میشه نرو. اینجا بوده لا تذهبانه، اینجا بوده لا تذهبونه، اینجا بوده لا تذهبنه. این دوتا نونشون حذف شده. دلیلش واضحه. چرا؟ اون چرا حذف نشده؟ چون گفتم جمع مؤنث نونش میمونه، ولی ترجمه هر ستای اینها میشه نروید. به همین خوشگلی امر و نهی هم بلد شدی. پس فعلی که با ا یا او شروع شه ساکن داشته باشه امره، فعلی که با لا شروع بشه ساکن داشته باشه نهیه. خب بعد از این ماجرا
میرسیم این بخش رو الان نیازی نداریم ترکیب وصفی، چون الان ما بحث جمع‌بندی رو داریم فعلا. میرسیم به درس دوم، یعنی اون چیزی که ما از پایه کارمون رو راه میندازه بچه‌ها همین بود. اما داستان درس دو چیه؟ اعداد. ببینید بچه‌ها، اعداد یکی از مطالبی که برای بچه‌ها غالبا دشواره. الان کاری میکنم این دشواری حل شه برات، یعنی تو توی امتحان مشکلی نداشته باشی. خیلی ساده. عدد یا به اصلی تقسیم بندی میشه یا ترتیبی. تا اینجا که مشکل نیست. عددهای روزمره اصلی هن. 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر، 50 نفر. عددهایی که امین دارن یا دارن ترتیبی هن. هفتمین نفر هفتم میشه ترتیبی. نوشتم. آقا اعداد رو دسته‌بندی میکنیم. چه انسانی هستش ریاضی تجربی؟ ببند همین امروز به همین شکلی که میگم. مفرد، مرکب، عقود، معطوف. این دسته‌بندی به چه دردت خورد؟ آقا شما به اعداد 1 تا 10 میگی مفرد، این هم اضافه کن. 100 و 1000 هم اضافه میشه به مفرد. یعنی 1 تا 10 10 تا عدد، 11 تا عدد، 12 تا عدد. 2 تا 100 و 1000. اعداد مرکب، عددهای 11 تا 19، فقط 11 تا 19. اعداد عقود، بچهای من اعداد رندن. اصلا عقود جمع عقده. عقدم یکی از معناهاش یعنی گره. اون عددهایی که میان 24 25 26 27 28 29 30 گره میخوره، عدد رند میشه، بهش میگن عقود. معطوف، خورده عددا، مثلا 21 22 23 تا 99 خورده عددا. حالا که دسته‌بندی کلی رو فهمیدی، بیا قواعدش رو بهت یاد بدم. تو فقط 1-2 تا نکته رو یاد بگیری کار تمومه. گل من اینجا رو ببین. اعداد مفرد اعدادی هستن که به 3 دسته 1 و 2 و 3 تا 10 و 100 و 1000 تقسیم میشن. چرا اینا رو جدا کردم؟ روش ساختش فرق میکنه. برای یادگیری بهتر اعداد، اون عدد رو تو فارسی واسه خودت بگو، بعد ببر تو عربی. یعنی مثلا تو فارسی بگو خب 1 و 2، من میگم 1 سیب، 2 پسر. ببینم تو عربی چطور میگن، مقایسه کنی خوب میفهمی. چون ما در زبان فارسی میگی 1 سیب 2 سیب. اول اینکه کسی هست اگر معنی معدود رو ندونه الان میفهمه. معدود یعنی چیزی که داریم میشماریمش. 3 پسر، 3 میشه عدد، پسر میشه معدود. پس با اصطلاحات علمی حرف بزنیم با هم. ما تو فارسی میگیم 1 پسر. دستمو ببین، 1 پسر. عربی میگه ببین من عوض میکنم، میگم پسر 1. پس در عربی حالت موصوف و صفتی میان. یعنی چی حالت موصوف صفتی؟ یعنی یا هر دوتا مذکرن، خب، یا هر دوتا مؤنثن. فهمیدی چی شد؟ یعنی شبیه هم میان. بریم چک کنیم. مثلا میگه تلمیزون واحدون. اول معدود رو گفته بعد عدد. نری تو امتحان بنویسی واحدون تلمیزون، اون تو فارسیه. میگه پسر 1. میخوام بگم 2 تا مرد، رجلین اثنین. اول معدود بعد عدد. درست شد؟ این میشه عدد 1 و 2. داستان 3 تا 10 چیه؟ میگه آقا این قسمت هم با فارسی شما یه شکله. یعنی شما مثلا میگید 8 زن، ولی شما میگید زن، جمع نمیگید. من جمع میگم 8 زنها، ولی تو عربی ترجمه میکنم 8 زن. تو فارسی مثلا میگه 8 زن، 8 نساء. چی شد؟ جمعه. میگم 7 تا مرد، میگم 7 رجال. نگی 7 رجل، رجال جمع رجل. تو امتحان جای خالی میدن اینو، میگن تیک بزن، کلمه مناسب رو پیدا کن. حواست باید باشه 3 تا 10 معدودش چیه؟ جمعه. تا اینجا 1 و 2 موصوف صفتیه. حله؟ حالا قسمت 100 و 1000 دیگه ساده است. بخون، خودت بخون ببین چی نوشته. 100 و 1000 یعنی مثل زبان فارسی ما میگیم 100 پیراهن. اول عدد میاریم، پیراهن هم که معدوده. معدودو چی آوردم؟ مفرد آوردم. 100 ساعت مفرد میاد، عین فارسی. مثال 1000 چی؟ 1000 هم همینه، فرقی نمیکنه. مثلا برمیگرده میگه چی؟ میگه 100 100
دانه. الف لیله، 1000 شب. 100 تلمیذ، 100 دانش آموز. 100 رجل، الف رجل، 1000 مرد. فرقی کرد؟ نه، این فارسی. حالا بگم 200 چی تو عربی؟ بابا علامت های مثنا رو یه رو پیش بهت یاد دادم. 100 میشه 100، تو علامت مثنا بذاری میشه 200. 100 بکنش 200 200 میشه 200. پس 1000 هم همینه. آره، بگو الف میشه 1000، الفان 2000 میشه 2000. به همین راحتی که اینم به نظر من ندونی اتفاق عجیبی قرار نیست بیفته. پس این از بخش اعداد مفرد. 1 و 2 رو فهمیدیم، 3 تا 10 و 100 و 1000 هم با هم فهمیدیم. خب اعداد اینا رو کاری ندارم، اینا رو فعلا برای شما نیازی نیست تو دوره جمع‌بندی. عدد 11 تا 19. آقا 11 تا 19 عین فارسی، اول عدد میاد بعد معدود، فقط یه تفاوتی داره. ببین 11 تا 19 نگاه، عدد و معدود میاد، معدودت هم مثل فارسی مفرده. مثلا میگیم 13 پسر، نمیگیم 13 پسران. پس نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که عدد 11 و 12 دارم مینویسم. 11 و 12 دوباره حالت چی میاد؟ موصوف و صفت. یعنی چی هن بچه من؟ آفرین، همجنسن. 11 12 رو اگه بلد نیستی امروز با هم مرور کنیم. 11 12 12 دوتاش درسته. اینو بچه ها دیدم میخونن احدی. نه، 11 12 یعنی این ستون مذکر 11 12، این ستون مؤنث 11 12. چرا باید بلد باشی هر دوتاشو؟ چون ممکنه معدودت مؤنث باشه، ممکنه معدودت مذکر باشه، پس متناسب با اون میچینی. بریم چک کنیم. 11 جندیان، سرباز مذکره، حالت مذکر آوردم. 11 ممرضتن، دستمو نگاه، ممرضتن دیگه مؤنثه، پس عددم هم مؤنث شد. یکی دیگه 12 معلمن، معلمت مذکره، پس عدد تو مذکر آوردی. 12 طبیبتن، طبیبتنت مؤنثه، پس عددت هم مؤنث آوردی. چی شد؟ 11 12 عین موصوف صفتی میان، یعنی عین همون حالت 1 و 2 از نظر جنس با هم تبعیت میکنن. ولی گفتیم 1 و 2 اول معدود میاد، میگفت سیب 1 تفاحتون واحدتون، ولی اینجا نه، این فارسی. خب 13 تا 19 هم ساده است. 13 تا 19 هم ساده است. نگاه کن، اصلا چرا بهش میگن اعداد مرکب؟ چون ترکیب شده ی اعداد مفردن با عشر. نگاه، 13 عشر، 14 عشر، 15 عشر، ترکیب دوتا عدده. چجوری ساخته میشه؟ هیچ، مثل فارسی تو میگی 13 خودکار، عربی هم همینه. میگی 13 روز، میگه خب 13 یومن، معدودو داری مفرده، 13 روز. 17 قلمن، خودکار، 17 خودکار. 19 تا کتاب میخوام بگم، 19 کتابن، 19. چرا اینجا مؤنثه، این مؤنثه، این مذکره؟ اینا رو ولش کن، اینا اهمیت کنکوری داره. بچهای دهم انسانی هم حتی زمان کنکورشون نیاز دارن. بچهای ده ریاضی تجربی که اصلا نمیخوان اینا رو. خب پس این میشه از بحث آفرین اعداد 13 تا 19. پس معدودش مفرد میاد. حواست باشه کتب ننویسی، مثلا قلم و اقلام ننویسی، یوم و ایام ننویسی. تو امتحان هم ساده تر بهتون میدن، بیشتر گزینه‌ایه یا پر کردنیه، نمیگن بساز، نگران نباش. خب اما داستان اعداد عقود چیه؟ آقا 8 تا عدد رو بهش میگن عقود. 8 تا عدد، 20 30 40 50 60 70 80 90. عدد 10 که رفت تو مفرد، عدد 100 هم که رفت تو مفرد، پس همین 8 موردن. داستانش چیه؟ باز همچون زبان فارسی، اول عدد بیار، بعدش معدودت مفرد میاد. مثال 50 آمن،
میشه 50 سال. عام مگه مفرد نیست؟ 40 صباحا میشه 40 صبح. صبح مگه مفرد نیست؟ بگو 70 تلمیذتن، 70 دانش آموز مگه دانش آموز مفرد نیست؟ پس راه تشخیص این اعداد رو هم اینجا برات خوشگل و تمیز و ناناس نوشتم. خب پس من اعداد عقودم فهمیدم، همین 8 مورده با حالت اونه اینه هم میاد که دیگه حالا چه فرقی دارن بحث ما نیست تو امتحان، فرقی نیست برای بین اینا در حد کتابتون و معدودش هم که مفرده. خب اما بحث معطوف فقط یک چیز داره، این یه چیز رو الان بسپاری تو خاطره دیگه تا 12 خلاصی. آقا میگه مگه من تو اعداد 1 و 2 نگفتم عدد معدود رو برعکس میکنم؟ گوشت با منه؟ گفت در اعداد 1 و 2 معدود و عدد رو عوض میکنه. میگه حالا تو اعداد خورده عدد یعنی 21 تا 29 31 تا 39 41 تا 49 اینها مثل فارسی نمیگم، شما میگید 21 من جای یکان دهگان رو عوض میکنم. نگاه مثلا میگه یکان به اضافه و به اضافه دهگان، معدود چی باید باشه؟ حتما مفرد. بریم چک کنیم. میگه 34 میخواد بگه 30 و دستمو ببین 4 میگه آقا 4 یکانته، اول میارم 4 بعد معدود چیز دهگانو میارم سلاسون 30 میشه 34. 99 خب شما در زبان فارسی میگی 90 و 9 میگه من اول 9 میارم بعد 90 رو میارم. همین نکتهشو بلد باش، معدود تو هم مثل فارسی شما مفرده. 99 درخت شجره مفرده، 99 هفته اسبوع مفرده، 34 هفته حالا هرچی. حله؟ پس این چیزی که اینجا یاد گرفتی میشه بحثش اول یکان بعد دهگان. پس یه جنبندی اگه بخوام تا الان بکنم، همه اعداد معدودشون مفرد میاد به جز 3 تا 10 که اونجا گفتم جمع میاد. 1 و 2 هم که موصوف صفتی شد. تمام. همین مقدار از اعداد اصلی بلد باشی قطعا نمره کاملش رو تو امتحان میگیری. اما داستان بعدی ما میشه اعداد ترتیبی که الان نگی وای تازه ترتیبی مونده. ترتیبی در حد 2-3 تا نکته است. زحمت بکشی همین الان حفظ میکنی سریع. همه اعداد ترتیبی بر وزن فاعل و فاعله میان بجز اول و اولا. یعنی چی؟ یعنی غالبا اعداد ترتیبی با ال میان و بر وزن فاعل و فاعلت. نگاه اینجا رو، ثانی، بله تلفظ میکنیم ثانی ولی در اصل بوده ثانی. ثانی ثانیه، ثالث ثالثه، رابع رابعه، خامس خامسه. بر وزن فاعل نبود؟ تا میاد پایین هادی ثانی ثالث عشر، بخش اول همشون بر وزن فاعله. این هم میشن اعداد ترتیبی. پس نکته اعداد ترتیبی رو برات اونجا مکتوب بدم که خیالم راحت چه یاد گرفتی. دقت بکن اینجا رو. اعداد ترتیبی بعد از معدود خودشون میان و از نظر جنس با اون مطابقت دارن. طبیعیه دیگه. مثلا من میخوام بگم دانش آموز سوم. خب مثلا من میخوام برگردم بگم چی؟ دانش آموز دختر سوم. خب دختر دیگه مؤنثه. ولی میخوام بگم برنده اول، چون ت نداره برنده مذکر اول، پس اینجا باش مطابقت میکنه. پس چی شد؟ اعداد ترتیبی بعد از معدود خودشون میان و از نظر جنس با اون مطابقت میکنن. نکته بعدی هم چی گفتم بهت؟ اینجا نکته رو نگاه کن، اینهاش یادداشت کن نکته رو. اعداد ترتیبی بجز اول که مؤنثش میشه اولا، همه اعداد ترتیبی بر وزن فاعل در مذکر و فاعلت قاعدتا در مؤنث می آیند. پس این حواست باشه. خب بحث اعداد ترتیبی هم این شکلی.
اما حالا چی مونده در بخش درس 2 ما؟ بحث ساعت بیانش که چیز سختی نیست، بحث 4 عمل اصلیه. این هم جز محتوایی که کتاب گفته. آقا 4 عمل اصلی، شما زائد و ناقص و تقسیم و ضرب و فی داری، عین فارسی. خب جمع میشه زائد، تفریق میشه ناقص، تقسیم میشه همون تقسیمون علا، ضرب و فی یعنی ضرب در یا همون فی خالی. فارسی هم میگیم 3 در 4، ثلاث فی 4. مثلا میخوای بگی 75 به اضافه 25 میشه 100. میگی خب اول که گفت یکان میاریم، این میشه 5، سبعون هم میشه 70، 75 زائد به اضافه دوباره 5 20 هم که میشه 20، 75 به اضافه 25 100 هم که میشد 100 در اومد. و بقیه مثال هایی که زدم. پس شما اگه این 4 اصطلاح رو بلد باشید، از طرفی اعداد رو طبق روشی گفتم بخونید، 100% نیم نمره یک نمره ای که از محاسبات تو امتحانتون میدن رو میتونید بگیرید. نگران نباشید. این از این. من اینجا یه سری نکات پایانی دارم که الان برای ما مناسب نیست و درس 2 تا همین مقدار کافی میشه برای ما. میرسیم به درس 3 و 4. حل تا اینجا؟ خب بچه ها، داستان درس 3 و 4 بیشتر دنبال اینیم که وزنهای ثلاثی مزید رو حفظ کنید، چون اصطلاحاتش رو بلدید دیگه قاعدتاً. یا فعل شما ثلاثی مجرده یا مزیده. حالا الان بازش میکنم. ثلاثی مجرد و مزید یعنی فعل هایی که تک و تنها و هیچ چیزی جز 3 حرف اصلی ندارن رو بهش میگن ثلاثی مجرد. کتب، نصر، بصر، قدر، زر و جعل، اینا ثلاثی مجردن، فقط 3 حرف اصلی داره. اما ثلاثی مزید میدونید که اونیه که بیشتر از 3 حرف داره، که اصطلاحاً میگن مزید از همون ریشه زیاد میاد، یعنی بیشتر از 3 حرف داره. اصطلاح لازم متعدی مال بچهای انسانیه، ولی من به بچهای ریاضی تجربی هم میگم و بدونید به دردتون میخوره. این ضعف کتابه که یه چیزایی بی دلیل حذف کرده، کار ما معلم ها رو سخت کرده. یک نکته است که خوشت هم میاد حتی. آقا قبل از اینکه من ثلاثی مزید رو باز کنم، اون بابهای ثلاثی مزید رو، بهتون داستان اصطلاح لازم و متعدی رو یاد بدم. خیلی ساده. بگو فعل لازم فعلیه که فقط فاعل میخواد، فعل متعدی فعلیه که مفعول هم میخواد، یعنی علاوه بر فاعل مفعول هم میخواد. خب تکنیکش هم که یادت نره بهت میدم. آفرین. لازم میگیم لازم نه لازم، یا میگیم لازم لازم نیست. یعنی لازم دیگه مفعول نمیخواد، ولی متعدی از ریشه عدد میاد، یعنی علاوه بر فاعل یه چیز اضافه هم میخواد، اونم مفعوله. هممون میدونیم که داستان مفعول در فارسی، بگو چه کسی را و مرسی، چه چیزی راه. خب راه تشخیصش هم ساده شد دیگه. پس اگه گفت جا الوالد یعنی پدر آمد، نمیتونی بگی چه کسی را آمد، فقط فاعل میخواد. ولی اگه گفت یشرب الماء، کودک می نوشد، میتونی بگی چه چیزی را، بعد در پاسخ بگی آب را. به این میگن فعل لازم، به این میگن فعل متعدی. ثلاثی مجرد و مزیدم که گفتیم. حالا لازم متعدی به چه دردم خورد؟ تو تشخیص معناهای ثلاثی مزید. به همین قشنگی. جدول ثلاثی مزید و شما امروز اگه بلد نیستید، با کلاسی که همین لحظه داری میبینی حفظ میشی، صرفشو برای امتحان نهایی بلد باشی کافیه، امتحان دی ماه بلد باشی کافیه فعلا. تا حالا جلوتر ان شاءالله جنبنده‌های بعدی که گذاشتم ببینید، اون وقت میتونید بهتر بفهمیدش. آقا بریم تو ثلاثی مزید. بریم. 8 تا بابه، همشو حفظ میکنید. اگه حفظ نیستید اول بریم باز بکنیم. این قسمت که نوشتم ماضی اصطلاحاً مال هوه. این قسمت هم که نوشتم مضارع بازم مال هوه. اما اینجا که نوشتم امر مخاطب قطعاً مال انتهه. قسمت مصدر یه اسم دیگه هم داره، بهش میگن باب. خب ویژگی‌هاش هم توضیح میدم. اول از همه عزیزان باید مصدرها رو یک بار بشنون. عین شعر حافظ سعدی که حفظ میکنید، سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز ها، ما چیزی کم و زیاد نمیتونیم بکنیم چون شعره.
اینها هم وزنهای مشخصی هستند که باید حفظ بشه گلای من. یک بار اسم مصدرها رو بشنویم تا بریم سراغ ماضی مضارع امرش رو چک کنیم. افعال، تفعیل، مفاعله، تفاعل، تفعل، افتعال، انفعال، استفعال. قبول؟ بریم. میگه افعل یفعل و افعل افعال. عین همین حرکت ها رو تو امتحان میخوان. سوال استادتون تو امتحان اینجوریه، میگه مضارع من افعله. مضارع از افعله چی میشه؟ بعد گزینه میده، یفعلو، یفعلو، یفعلو. تو باید اونی که اینجا نوشته رو حفظ کنی. برای همین میگم حفظ کن، چون در امتحان تشخیصی بهتون میدن از این جدول. افعل یفعل و افعل افعال، فعل یفعل و فعل تفعیل، کسر زیر تشدید خونده میشه، فعل یفعل و فعل تفعیل، فاعل یفاعل و فاعل مفاعله، تفاعل یتفاعل و تفاعل. حرکت دستم یادت بمونه همشون به بالا هن. مصدرش میشه تفاعل. بعدی تفعل یتفعل و تفعل تفعل. اینا دیگه آب خوردن. افتعل یفتعل و افتعل افتعال، انفعل ینفعل و انفعل انفعال، استفعل یستفعل و استفعل استفعال. مرسی. حالا کاربرد اینا چیه؟ آقا به جای فعله شما میتونی هر ریشه‌ای بذاری و فعل بسازی. به جای افتعله تو جای فعله کسبه بذار، میشه چی؟ اکتسبه، یکتسب و اکتساب، یعنی به دست آوردن. به جای مثلا اینجا فعله قلبه بذار، میشه انقلبه، ینقلب و انقلب انقلاب، یعنی دگرگون شدن. پس کاربرد معنایی دارن. حالا اول بریم حروف زائدش رو چک کنیم، بعد بریم ویژگی‌های مهمش رو بگیم. عزیزان، راه تشخیص حرف زائد ستون ماضیه. یعنی شما در ستون ماضی نگاه میکنی، جز فعله هر چیزی بود میشه حرف زائد. بریم به طبق حرف خودم چک کنیم. من اینجا فعله رو بکشم بیرون الف میمونه، پس الف حرف زائد. پس تو امتحان ازت پرسیدن باب افعال چند حرف زائد داره، میگی یه دونه. فعله من حرف زائد نمیبینم، تشدید داره دیگه. تشدید یعنی تکرار یک حرف. عین الفعل یعنی حرف دوم ریشه، مگه تکرار نشده حرف دوم ریشه؟ پس تکرار اون حرف میشه یک حرف زائد. فاعله بکشم الفش میمونه بیرون، الف. دوباره اینم یه حرف زائد داره. تفاعله فعله رو میکشم بیرون، ت میمونه با الف، پس ت و الف. صفحه 16، صفحه بعد ما 4 تا باب بعدی. میگه آقا تفعله اگر فعله رو بکشم بیرون یه دونه ت میمونه، تشدیدم حسابه دیگه، پس میشه ت و مثل بالایی تکرار عین الفعل، یعنی حرف دوم ریشه. افتعله بکشم الف و بیرون، افتعله الف رو بکشم بیرون، فعله رو بکشم بیرون، الف و ت میمونه. بفرما الف و ت. اینجا انفعله بکشم الف و نون و بیرون، فعله میمونه دیگه، پس خود الف و نون زائدن. استفعله چی؟ فعله رو بکشم بیرون است میمونه، است یعنی الف و سه و ت. پس چه اتفاقی افتاد؟ فعل‌های ثلاثی مزید یا 3 حرف زائد دارن یا 2 تا، مثل این مثال ها، یا چی؟ یا یه دونه حرف زائد، مثل این 3 تا باب. این 3 تا باب یه دونه حرف زائد دارن. دستمو داری؟ این 4 تا باب 2 تا حرف زائد دارن و آخری هم 3 تا حرف زائد داره. پس تو امتحان گفتن بابی رو مشخص کن که 3 حرف زائد داره، یعنی باب استفعال. تنها بابی که 3 حرف زائد داره. بریم ویژگی‌هاشون رو چک کنیم. آقا باب افعال، ببین چی نوشتم؟ لازم متعدی رو به یاد دادم دیگه. گفتم لازم مفعول پذیر نیست ولی متعدی مفعول پذیره. خب بیشتر فعل‌های این باب بخون متعدی ان. یعنی چی؟ یعنی شما میگی ذهب، خودت معنیشو بگو، خدا وکیلی ذهب معنیشو بگو.
آفرین. ببر تو باب افعال. ذهب یعنی رفت، ولی اذهب یذهب و اذهاب یعنی برد. میتونی بگی چه کسی را. جلسه یعنی نشست. اجلس یجلس و اجلاس یعنی نشاند. میتونی بگی چه کسی را. پس بیشترشون متعدیان. امرش هم که داری میبینی با ا شروع میشه. مثلا میگه فلانی اجلس، بنشان. باب تفعیل. دوباره اکثر فعلهای این باب هم متعدیان بچه‌ها. مثلا میگم علمه، ترجمهش چیه؟ یاد داد. میگه چه چیزی را، پس متعدیه دیگه. باب مفاعله. نوشتم امر مخاطب اون شبیه ماضیه. امر مخاطب اون شبیه ماضیه یعنی چی؟ شما اینجا برمیگردی میگی فاعله، اینجا میگی فاعل. شبیه هم نشد؟ فقط تفاوتشون یه حرکت و ساکن و ا. اینجا میگی ا، اینجا میگی ا. اینجا میگی ا، اینجا میگی ا. چجور تو امتحان تشخیص بدم؟ همه کلمات حرکت گذاری میشه. تو اینو حفظ کن. فاعل ماضی، یفاعل مضارع، فاعل امر. تو امتحان اگه بر فرق فاعل و فاعله رو خواستن میگی او اونی که فاعله ماضیه، فاعل ساکن داره، امره. تفاعل. بیشتر فعل‌های این باب لازمن. خبر خوش. پس دیگه شما نیازی نیست که خیلی درگیر تشخیص دیگه ایش بشی. مثلا الان یه فعل مثال میزنم برای اینکه ثابت بکنم لازمه. لازمم یعنی چی؟ یعنی مفعول نمیگیره. مثلا میگم تفاعل، یا تفاعل. مثلا بگم تقاعده. معنیش چی میشه بچه‌ها؟ باز نشسته شد. میخوای بگی چه چیزی را شد؟ لازمه. یعنی مفعول نمیخواد. پس اینا کمک میکنه تو امتحان ترجمه ها رو خوب بفهمید. میگی خب این که تو باب تفاعله، تفاعل فعلاش لازمه، پس چه کسی را که ترجمه کردی گزینه غلطه، درسته اونه. اینم راه حلای تشخیصیش. خب باب تفاعل حالا توضیحشو فعلا کاری ندارم. بعد باب این سه تا باب نگاه کن. ممکنه با باب انفعال اشتباه بشه. آره دیگه، چون مثلا میگه انکسره، بعد نمیدونی انکسره الان این نونه زائد مال خودشه، چیکارش کنم؟ چیکار میکنی؟ راه حل تشخیص چیه؟ ریشه رو میکشی بیرون. مثلا من به بچه‌ها میگم آقا مثلا فعلی مثل انکسره تو باب افتعله یا تو باب انفعله، میگه خیلی خوب من اینجا ریشه کسره شنیدم ولی ریشه مثلا نکسه نشنیدم، پس به همین راحتی میگم انکسره نونش زائده، پس در باب چی میره؟ انفعال. پس راه تشخیص و ریشه یابیش هم بچه ها اینه که به جای اون سه حرفه یه فعله بذاری، در میاد که حرف زائدش چیه. پس چی نوشتم؟ ممکنه با انفعال اشتباه بشه. افتعله. باب انفعال دوباره خبر خوب، همه فعل‌های این باب لازمن، یعنی معنی چه کسی را چه چیزی را نمیدن. مثال میخوای؟ مثلا میگم همونی که گفتم انقلبه یعنی دگرگون کرد. نه، دگرگون کرد میتونی بگی چه کسی را. دگرگون شد، فعلت لازمه، مفعول نمیخواد. و باب آخر باب استفعال. آقا تو فارسی هم همینه کاربردش، معنای طلب و درخواست میده. میگی خدایا من استغفار میکنم یعنی طلب آمرزش. آقا 2 نفر رو میخوام استخدام کنم یعنی طلب به نیرو. میخوام آقا استخراج کنم یعنی بیرون کشیدن. پس معنای باب استفعالم معنی طلب و درخواست میده و گفتم تنها بابیه که در واقع 3 حرف زائد داره. کلیت مطالبی که گفتم بلد باشید قطعاً برای امتحان نوبت اول همین مقدار شما رو بسته و نمره 20 رو میزنید تو گوشش. دوستتون دارم، سلام برسونید، خداحافظ.